سلام، خوش اومدین به جلسه سوم آموزش زبان روسی. تا الان ما 33 تا حرف الفبای زبان روسی رو یاد گرفتیم و همینطور یاد گرفتیم اگر بخوایم بنویسیم با حروف روسی به چه شکل باید بنویسیم. حالت نوشتاری الفبای زبان روسی رو هم یاد گرفتیم و همینطور یاد گرفتیم که تو الفبای زبان روسی یه سری حروف هستن که بهشون میگیم حروف بی صدا و یه سری که بهشون میگیم حروف صدادار. و همینطور راجع به حروف بی صدا یه مطلبی رو هم یاد گرفتیم مربوط به حروف زنگدار و بی زنگ. حالا تو این ویدیو میخوایم یه ذره تخصصی تر با 10 تا حرف صدادار زبان روسی آشنا بشیم. یادگیری این 10 تا حرف و نوع تلفظشون خیلی مهمه بچه‌ها. اولا که حروف صدادار خیلی مهمه به خاطر اینکه اگر نباشن اصلا نمیتونیم کلمه بسازیم. و دلیل دومم که اینا خیلی مهمن اینه که اگر به درستی تلفظ نشه معنی کلمه رو تغییر میده. خب الان میخوایم تکیه رو یاد بگیریم. شاید توی کتاب‌های زبان روسی جایی نگاه کرده باشین این حرکت رو دیده باشین که روی بعضی حروف کلمات زبان روسی قرار میگیره. توی زبان روسی به این حرکت میگن اودارنیه که به فارسی ترجمه شده تکیه. کارش چیه؟ به تلفظ صحیح کلمه کمک میکنه. یعنی به من کمک میکنه که اون کلمه رو درست تلفظ بکنم. دقیقاً مثل کاری که او توی زبان فارسی انجام میده. مثل کلمه سم و کلمه سوم که این که من با فتحه بخونمش یا با ضمه بخونمش، با بخونم یا با او بخونم، 2 تا معنی متفاوت به من میده. دقیقاً کار تکیه همینه بچه‌ها تو زبان روسی. حالا کجاها قرار میگیره؟ تکیه فقط روی حروف صدادار قرار میگیره. حروف صدادار زبان روسی کدوما هستن؟ ما 10 تا حرف توی زبان روسی داریم که بهشون میگیم حروف صدادار. من براتون نوشتمشون. آ، او، ا، او، ای، یا، یو، ی، یو، ای. تکیه فقط روی این 10 تا حرف صدادار قرار میگیره. حالا اگر شما کلمه‌ای داشته باشید که فقط یه دونه حرف صدادار داشته باشه، تکیه 100% روی همون حرف صداداره. چون اصلا گزینه دیگه‌ای وجود نداره. تمام کلمات زبان روسی تکیه دارن. ما اصلا کلمه بدون تکیه نداریم. چون اصلا کلمه بدون حرف صدادار نداریم. اگر کلمه‌ای توش حرف صدادار نداشته باشه ما اصلا نمیتونیم اون کلمه رو تلفظ بکنیم. اصلا خونده نمیشه. حالا اگر کلمه شما فقط یه دونه حرف صدادار داشته باشه تکلیفش مشخصه. تکیه 100% روی همون حرف صداداره که معمولا هم گذاشته نمیشه دیگه، قابل تشخیصه. اما اگر کلمه من بیش از یک حرف صدادار داشته باشه 2 تا 3 تا و بیشتر، در این صورت من باید جای تکیه رو حفظ کنم. تشخیص دادنی هم نیست اینکه من از روی ظاهر کلمه نگاه کنم بگم به نظر من تشخیص میدم تکیه باید اینجا باشه. نه، جای تکیه حفظ کردنیه. حالا میخوایم یاد بگیریم که اگر تکیه روی هر کدوم از این حروف صدادار قرار بگیره چه کاری انجام میده و اون حرف قراره که چطوری خونده بشه. یه مثال فارسی براتون بزنم. مثلا ما تو زبان فارسی از بچگی یاد گرفتیم که مثلا اردک باید با او خونده بشه، ولی هیچ موقع وقتی می‌نویسیم اون ضمه روش رو نمیذاریم. یا اداره با ا خونده میشه ولی هیچ موقع اون حرکت کسره گذاشته نمیشه. یا مثلا اسب ما همیشه با ا میخونیمش با فتحه ولی اون حرکت هیچ موقع گذاشته نمیشه. ولی یه خارجی زبون وقتی که میاد فارسی یاد میگیره قطعاً اوایل دچار مشکل میشه و اگر یه کلمه‌ای باشه که جدیده براش سخت تلفظش که این چجوری خونده میشه. مثلا اون مثالی که اول زدم، مثل سم و سوم، وقتی که با 2 تا صدای متفاوت خونده بشه 2 تا معنی متفاوت هم میده.
زبان روسی هم فقط توی کتاب‌های آموزش زبان روسیه که تکیه رو برای شما میذاره. جاهای دیگه مثل رمان‌ها، روزنامه، مجله یا نوشته‌های خیابونی دیگه تکیه‌شو نمیذاره. مبناش بر اینه که شما دیگه آگاه هستی نسبت به اینکه جای تکیه کجاست. خب از بین 10 تا حرف صدادار زبان روسی ما به 5 تاشون میگیم صدادارهای سخت و به 5 تا میگیم صدادارهای نرم و اینا با همدیگه 2 به 2 توی یک تون صدایی هستن، ولی یکیش صدای سخت میده، یکیش صدای نرم میده. آ یا توی یک تون صدا هست. او یو، ا ی، او یو، ای. اینو بلد باشین. از این به بعد اگه من یه موقع میگم صدادار سخت یا صدادار نرم، دیگه حواستون باشه که منظورم از صدادارای سخت کدوم است و منظورم از صدادار نرم که میگم کدوم است. حالا میخوایم بریم یاد بگیریم که تکیه اگر روی این هر کدوم از این 10 تا قرار بگیره چجوری باید خونده بشن این حروف صدادار. اینایی که من کنارشون تیک میزنم بچه ها: آ، او، ای و یو. این 5 تا زمانی که تکیه داشته باشن یا نداشته باشن تغییری توی نوع صداشون ایجاد نمیشه، فقط بلندتر یا کوتاه‌تر خونده میشن. پس اینایی که تیک داشتن در صورتی که تکیه داشته باشه، مثبت که میذارم یعنی دارای حرکت تکیه باشه، بلندتر. اگر فاقد حرکت تکیه باشه کوتاه‌تر خونده میشه. یه کلمه تک صدادار براتون مثال بزنم: تام. ت و م هر دو بی صدا هستن. تنها صدادار این کلمه آ هست، پس تکیه 100% روی خودشه و بلندتر هم خونده میشه. تام. حالا یه کلمه دیگه براتون مثال بزنم: ماما. ما اینجا 2 تا حرف صدادار داریم، 2 تا آ داریم. آ اول تکیه داره، پس این بلندتر خونده میشه. آ دوم که تکیه نداره کوتاه‌تر خونده میشه. ماما. تکرار کنید: ماما. حالا یه مثال دیگه براتون میزنم: کلمه ایرا. در صورتی که ای تکیه داشته باشه باید بلندتر خونده بشه و آ که تکیه نداره کوتاه‌تر خونده میشه. ایرا، ایرا. خب حالا میریم سراغ صدادارهای بعدی. صدادار او در صورتی که دارای تکیه باشه صدای او میده، در صورتی که فاقد تکیه باشه صدای آ میده. پس اینو آویزه گوشمون میکنیم. حرف صدادار او تنها در صورتی صدای او میده که شما تکیه روش ببینی، تکیه داشته باشه. مثل کلمه دوم. اینجا من یه دونه صدادار بیشتر ندارم. دومه حرف بی صدا هستن. او حرف صدا داره. چه تکیه رو بذاره کتاب چه نذاره من میدونم دیگه 100% تکیه روی او قرار داره، پس او صدای او خودش رو میده: دوم. اما توی کلمه ای مثل توی این کلمه من 3 تا حرف صدادار دارم. هر کلمه بچه ها فقط یه دونه تکیه داره. اصلا ما کلمه‌ای نداریم که بیشتر از یه دونه تکیه داشته باشه. میتونه چند تا صدادار داشته باشه ولی فقط یه دونه تکیه. اینجا تکیه روی او آخر قرار میگیره.
این او تکیه نداره، صدای آ میده. این او هم تکیه نداره، صدای آ میده و این او فقط او تلفظ میشه. پس این کلمه خونده میشه مالاکو. تکرار کنید مالاکو. اینم از حرف او. حالا بریم سراغ حرف بعدی. حرف یا. او رو هم گفتیم، حالا میخوایم حرف یا رو بگیم. یا هم در صورتی که دارای تکیه باشه صدای یا خودش رو میده. یا. اما اگر بدون تکیه باشه صدای ای نرم میده. مثال میزنیم توی کلمه یابلاکا. یا اینجا چون دارای تکیه هست صدای خودش رو میده یا. اما او اینجا که تکیه نداره صدای آ میده، اینجا هم که تکیه نداره صدای آ میده یابلاکا. ولی تو کلمه یزیک اینجا یا بدون تکیه هست پس صدای ای میده و اینجا این که تکیه داره بلندتر خونده میشه یزیک. یزیک. تکرار کنید. خب میریم سراغ حرف بعدی. دو حرف ا و ی. در صورتی که تکیه داشته باشن ا صدای خودش رو میده و ی هم صدای خودش رو میده. اما اگر فاقد تکیه باشن هر دو صدای ای نرم میدن. بازم مثال میزنیم تو کلمه اتا و کلمه ایتاژ. تو کلمه اولی ما دو تا حرف صدادار داریم. تکیه رو ا هست، او که تکیه نداره صدای آ میده اتا. تکرار کنید اتا. اما تو این کلمه ما باز دو تا حرف صدادار داریم. این دفعه تکیه اینجاست. قرار شد که اگر بدون تکیه باشه صدای چی بده؟ ای نرم بده. پس این خونده میشه ایتاش. ایتاژ. البته که ژ نوشته میشه صدای ش میده که توی ویدیو بعدی من اینو بهتون یاد میدم. ایتاژ. برای یه هم مثال بزنیم. کلمه تو هر دوی این کلمه ها ما دو تا حرف صدادار داریم. ی او. تو این کلمه تکیه روی ی قرار داره. پس ی صدای خودش رو میده. او که تکیه نداره صدای آ میده. پس خونده میشه میستا. میستا. تکرار کنید میستا. اما توی دومی تکیه روی او قرار داره. او که تکیه داره صدای او میده، ولی یه قرار شد که اگر بدون تکیه باشه صدای ای بده. پس خونده میشه میترو. میترو. حتما تکرار کنید بعد از من. اینم حرف ا و یه دونه حرف دیگه مونده که تکلیفش با خودش مشخصه. حرف یو. این بچه‌ها یه واژه تکیه بر هست. یعنی چی؟ این همیشه تکیه رو مال خودش میکنه. اگر توی کلمه شما این حرف رو دیدین مطمئنا تکیه رو این حرفه. اصلا دیگه جای دیگه دنبال حرف جای تکیه نگردین و همیشه هم صدای خودش رو میده. یو همیشه صدای خودش رو میده. پس ما یاد گرفتیم که این 10 تا حرف صدادار در صورتی که تکیه داشته باشن یا نداشته باشن چجوری تلفظ میشن. یه حرف ما داشتیم تو زبان روسی ایکراتکوه. تو ویدیو قبلی حروف رو یاد گرفتیم. ایکراتکوه بچه ها اینجوری نوشته میشه. این حرف به دلیل اینکه به لحاظ ظاهری شبیه به ای نرم هست این اشتباه رو ممکنه تو ذهن ما ایجاد بکنه که یک حرف صدا داره.
اینو تاکید میکنم بچه ها، ایکراتکوه حرف بی صدا هست. پس هیچ موقع تکیه نمیگیرد. اینو آویزه گوشتون داشته باشین، چون که اینا به لحاظ ظاهری شبیه به همدیگه هستن این ذهنیت اشتباه رو ایجاد میکنه، ولی ایکراتکوه مثل م، د، و، گ، مثل این حروف یک حرف بی صدا حساب میشه و هیچ موقع تکیه نمیگیره. خب مبحث تکیه رو هم یاد گرفتیم. مبحث تکیه یا اودارنیه یکی از مباحث مهم آواشناسی توی زبان روسیه. چرا خیلی مهمه؟ چون اگر ما کلمه رو درست تلفظ نکنیم، تلفظ صحیح کلمه ارتباط مستقیمی با جای تکیه توی اون کلمه داره و اگر من کلمه رو درست تلفظ نکنم خیلی وقتها باعث میشه معنی کلمه تغییر بکنه. توی فارسی هم یه مثال براتون زدم، کلمه سم و کلمه سم. توی روسی هم دقیقاً به همین صورته. من یه مثال براتون نوشتم، نگاه کنید. کلمه موکا، در صورتی که من با تکیه روی او تلفظ بکنم موکا، معنیش میشه عذاب. اما اگر تکیه رو بندازم روی آ و با تکیه روی آ تلفظ بکنم موکا، معنیش میشه آرد. خب پس متوجه اهمیت جای تکیه هم شدیم و سعی کنیم همین الان که ابتدای آموزشمون هست، وقتی که هر کلمه جدیدی رو میخوایم یاد بگیریم و به حافظمون بسپاریمش، حتما دقت کنیم که جای تکیهش کجاست و کلمه رو درست یادش بگیریم. خدا قوت بهتون، خسته نباشید.